سلام، وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. مقامات از سرمایه‌گذاری 248 میلیون دلار آمریکایی در بخش تجارت مرغ در ننگرهار خبر می‌دهد. انجینیر محمد قاسم یوسفی، رئیس اتاق زراعت و مالداری ننگرهار میگوید 2000 فارم مرغ در این ولایت فعالیت می‌کند که روزانه بیش از 60000 مرغ به بازار عرضه می‌کنند. زراعت، آبیاری و مالداری میگوید یک کمپلکس جدید به هدف انکشاف پروسس و صادرات محصولات زراعتی افغانستان ساخته می‌شود. بر بنیاد معلومات این وزارت در یک نشست تحت ریاست رئیس جمهور غنی فیصله شد تا کار ساخت کمپلکس زراعتی از قندهار آغاز و در آینده در زون‌های دیگر نیز تطبیق شود. کرکت بورد از ساخت یک میدان بین‌المللی کرکت در افغانستان خبر می‌دهد. این بورد گفته است بر اساس حکم رئیس جمهور 60 جریب زمین در منطقه الوخیل کابل تعیین شده که به زودی کار ساخت آن نیز آغاز خواهد شد که ظرفیت 35000 تماشاچی را خواهد داشت. 85% کار ساخت خط آهن آقین اندخوی تمام شده است. اداره خط آهن کشور میگوید این خط 31 کیلومتر طول دارد و قرار است تا چند ماه دیگر تکمیل شود. مقامات گفتند این خط در ساخت شبکه خط آهن کشور رول مهم ایفا خواهد کرد. قطر به ارزش 110 میلیون دلار آمریکایی یک شهرک در کابل می‌سازد. وزارت شهرسازی میگوید معاهده ساخت این شهرک میان مؤسسه خیریه الغرافه قطر و شرکت‌های ساختمانی به امضا رسیده است. بر بنیاد معلومات این وزارت این شهرک در ناحیه پنجم شهر کابل در 32 جریب زمین ساخته می‌شود که دارای مراکز تجارتی، مساجد، مکاتب و بلاک‌های رهایشی میباشد. در شهرک صنعتی هرات فابریکات تولید نگین، مروارید، آلومینیوم و سولر به فعالیت آغاز کردند. وزارت صنعت و تجارت میگوید 100 میلیون دلار برای این فابریکه سرمایه گذاری شده و صدها تن مصروف کار شدند. بر بنیاد معلومات اکنون 300 فابریکه تولیدی در هرات فعالیت میکنند. وزارت معارف میگوید ساخت یک مکتب دخترانه در فاریاب تکمیل شد. بر بنیاد معلومات این وزارت بیش از 77 میلیون افغانی بالای ساخت این مکتب مصرف آمده است که دارای صنوف درسی، لابراتوار، اتاق‌های اداری و ساختمان‌های مهم دیگر میباشد. مقامات از ساخت 27 مکتب به ارزش 135 میلیون افغانی در ولایت میدان وردک خبر میدهد. این مقامات گفتند 25 مکتب از طریق برنامه اقرای بانک جهانی و 2 مکتب از سوی کشور دوست هندوستان ساخته شده است. عبدالرحمن طارق والی میدان وردک میگوید با ساخت این مکاتب شاگردان تحت شرایط خوب مصروف تعلیم خواهند شد. و ساختمان جدید ریاست اطلاعات و فرهنگ ارزگان ساخته شد. وزارت شهرسازی میگوید این ساختمان به ارزش 24 میلیون افغانی در 3 منزل ساخته شده که دارای اتاق‌های اداری و کمپلکس میباشد. ممنون از توجهتان به خبرهای خوبی این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.